سلام، من عاطفه اسگری هستم، کارشناس ارشد طراحی لباس، مدرس الگوسازی، دوخت و طراحی لباس. توی این دوره با آموزش طراحی و دوخت لباس کودک در خدمتتون هستم. میخوایم 0 تا 100 طراحی و دوخت لباس کودک، الگوسازیاش رو، دوختش رو، تمام نکات برش و دوختی که فکر کنید رو بهتون آموزش بدم. مطمئنم که بعد از این دوره شما میتونید مزون آنلاین یا مزون حضوری یا فروشگاه خودتون رو داشته باشید و برای خودتون کسب درآمد کنید. با من همراه باشید. سلام، روزتون بخیر. با آموزش الگوسازی دوخت لباس کودک در خدمتتون هستم. اول از همه از آموزش الگو شروع میکنیم، بعد میرسیم کم کم به دوخت کارها و 0 تا 100 الگوسازی و دوخت لباس کودک رو توی این دوره بهتون آموزش میدیم. برای شروع اول علائم اختصاری که توی رسم الگو استفاده میشه رو بهتون توضیح میدم، بعد میریم سراغ در واقع نحوه خوندن جدول. اولین علامتی که ما استفاده میکنیم توی الگوسازی این فلشی هست که به سمت پایین میکشیم. این فلش راستای پارچه رو نشون میده، یعنی شما یکی از نکات مهم برش اینه که شما روی راستای پارچه برش بزنید. اگر که این الگو رو نذارید، این قسمت رو، حالا این فلش رو نذارید، راستای الگو رو ندونید، ممکنه با راستای پارچه یکی نباشه و بعد به مشکل بخورید. پس این علامت به معنی راستای پارچه است. تو بعضی از موارد میان این دو سر این رو فلش میذارن که توصیه میکنم این کار نکنید. اگر از بالا به سمت پایین بذارید فلشتون و سر فلش به سمت پایین باشه، این هم میتونه راستای پارچه رو به شما نشون بده. هم تو قسمت هایی که خیلی بالا پایین کار مشخص نیست، بالا پایین کار رو شما متوجه میشین. پس هر قسمتی از الگو که ما خواستیم راستا یا بالا پایین کار رو مشخص کنیم، از این علامت استفاده میکنیم. مورد بعدی که داریم دولای بسته پارچه هستش. ما برای نشون دادن دولای بسته از همچین علامتی استفاده میکنیم. حالا ممکنه بعضیا این قسمت رو فلش بذارن، ممکنه هم نذارن، هیچ فرقی با هم نمیکنه. پس این علامت به معنی دولای بسته هستش. مورد بعدی ما جهت برش پارچه هستش که حالا جهت برش الگو فرقی نمیکنه، یا خطی که باید الگوی ما برش بخوره. ما رو خطی که قرار الگومون برش بخوره علامت قیچی رو میذاریم. حالا در واقع دهنه قیچی به هر سمتی که باشه جهت برش هم به همون سمت هستش. مورد بعدی که داریم این علامت 90 درجه هست که این به معنی گونیا کردن کار هست. میتونیم برای در واقع قسمت هایی که قرار گونیا باشه و حتما 90 درجه باشه استفاده کنیم. یک مورد دیگه ای که داریم توی کارمون خط موازنه هست. برای خط موازنه ما هر قسمتی که نیاز داره ما خط موازنه روش ایجاد کنیم و در واقع جای چرت هامون میشه، همون قسمت رو یک خط به این صورت میزنید که در واقع نقطه موازنه شما مشخص بشه. بعد از اینکه حالا کار رو الگو سازیتون تموم شد، کار رو برش زدین، رو پارچه انداختین، ما میایم این قسمت ها رو روی پارچه چرت میزنیم که دقیقاً این قسمت با این قسمت توی دوخت باید با هم مماس باشن. مورد بعدی که ما استفاده میکنیم به معنی علامت جیب هست. یک خط عمودی که بالا پایینش بسته هست. حالا این به معنی جیب هست، اما این رو به این کوچیکی استفاده نمی کنیم، به اندازه دهنه جیبمون استفاده می کنیم. دهنه جیب ما هر چقدر که باشه این رو همونقدر استفاده می کنیم. یعنی ممکنه دهنه جیب ما حالا توی لباس کودک چون هستیم، من اندازه دهنه جیب کودک رو میگم، ممکنه 7 سانتی متر باشه. ما 7 سانت رو روی الگو کامل مشخص میکنیم، بعد علامت میزنیم. حالا که تو مرحله بعد بهتون میگم این باید رولت کاربن بشه روی پارچه که دقیقا همین شکلی دوخته بشه. نکته دیگه که در واقع توی الگو ازش استفاده میکنیم این که هر قسمتی رو ما به صورت اوری پاشور زدیم
این یعنی دورریز کار ما. پس هر قسمتی که قرار بود دورریز باشه رو ما به صورت حالا اوریب هاشورش رو میزنیم. من این رو با کادر آبی بکشم که مشخص بشه. مثلا این قسمت دورریز هست، پس میایم این رو هاشور میزنیم که مشخص بشه این قسمت ما دورریز هست. فرق نمیکنه کوچیک یا بزرگ. این باعث میشه که اشتباه نکنید. یه سری هم در واقع حروف اختصاری هست که ما استفاده میکنیم. اس هست که همون در واقع ساید میشه به معنی پهلو. سی هست که به معنی در واقع خط مرکزی، سنترال. ما توی خط وسط جلو و وسط پشت استفاده میکنیم. مورد بعدی حالا بی هستش که به عنوان بک یا پشت کار و اف فرانت یا پیش کار ما استفاده میکنیم. حالا ما میایم اینا رو توی حالا قسمت هایی که مشخص نیست یا ممکن اشتباه کنیم، ما میایم مثلا برای خط مرکزی پشت می نویسیم سی بی یا برای خط مرکزی جلو می نویسیم سی اف. پهلوی پیش کار یا جلوی کارمون می نویسیم اس اف و پهلوی پشت کار می نویسیم نسخه میکنم اس بی. حالا یه موقع اگر دیدین که این عدد ها نوشته شده، یه الگویی رو دیدین که این حروف رو داره، حروف نوشته شده، خیلی تعجب نکنید، چیز خاصی نیست. اینا یه سری حروف اختصاریه که پیش و پشت کار رو فقط مشخص میکنه. حالا شما میتونید بنویسین فارسیش رو بنویسین، میتونید از این حروف استفاده کنید. ما باید به شما میگفتیم اینکه شما هر کدوم رو بخواید استفاده کنید دیگه دست خودتونه. خب همونجوری که بهتون گفتم میخوایم از اصول از پایه شروع کنیم. اولین مرحله‌ای که ما باید برای خیاطی بلد باشیم اندازه‌گیری. اندازه‌گیری یکی از اون مواردیه که خیلی بچه‌ها توش به مشکل میخورن. اگه اندازه‌گیری غلط باشه الگوهاتون غلط میشه، الگویی که در نهایت خروجی کار شماست اشتباه میشه و به مشکل میخورید، مخصوصا اگر قرار باشه برای مشتری کار کنید. پس تو مرحله اول ما باید اندازه‌گیری رو درست و کامل بلد باشیم. برای اندازه‌گیری من اندازه‌گیری رو روی مانیتور بهتون یاد میدم. شما حالا میتونید در واقع این اصولی که دارم میگم هم برای بچه‌ها هم برای بزرگسال، شما میتونید دیگه رو هر شخصی که میخواین اندازه‌گیری رو انجام بدید. اول از همه تو مرحله اول برای اندازه‌گیری ما یک کش یا نوار به دور کمر شخص میبندیم به گودترین جای در واقع بدنش. ببینید وقتی کش باشه خودش میره دقیقاً تو گودترین جا وای میسته. این اول میشه دور کمر شخصی که من قراره براش لباس بدیم. خب ما چند تا اندازه اصلی داریم توی الگو کشیمون. یکی دور سینه است، دور کمر و دور باسنه. دور سینه دقیقاً میشه زیر بغل. حالا ممکنه من الان دست نداره ولی دقیقاً زیر بغلش میشه دور سینه‌اش. دور کمر میشه گودترین قسمت کمر و دور باسن میشه قسمت برجسته باسن. پس دور کمر گودترین جا و باسن برجسته ترین قسمت بدن ما میشه دور باسن. خب من الان این اندازه رو براتون میگیرم تا ببینید که به چه صورت هست. ببینید برای اندازه گیری در واقع خیاطی ما متر رو دقیقاً از زیر بغل شخص رد میکنیم تو دور سینه. یک انگشتم زیر متره. ببینید جوری که یک انگشت من زیر متر باشه اندازه میگیریم. یعنی نه انقدر جذب بگیرید که این کیپ به کیپ باشه، نه انقدر گشاد بگیرید که بعضیا میگن تو انگشت این سمتی. نه اصلا همچین چیزی ما تو مولر نداریم. اون برای روش‌های قدیمی تره. یه دونه انگشتتون زیر متر باشه کافیه برای آزادی. حالا یه وقتی هست شما میخواین برای در واقع کار زخم‌دوزی اندازه گیری کنید. آره اونو میارید مثلا با آزادی بیشتری اندازه میگیرید. به جای مثلا یک انگشت که حالا کیپ روی اینه یک کم بهش آزادی میدید، میبینید دور بدن میچرخه. با این آزادی اندازه میگیریم ولی برای الگوی کلی و الگوی اصلی ما اصلا به اون هم آزادی احتیاجی نداریم. پس دقیقاً از زیر بغل رد میکنیم با یک انگشت زیر متر اندازه رو مشخص میکنیم و روی قسمت دور سینه مینویسیم. تو قسمت دور کمر از رو همون کشی که گذاشتیم مترمون رو میذاریم
چون این نوار در واقع معیار ما برای دور کمر دیگه. مترمون رو میذاریم با یک انگشت زیر متر، دور کمر هم اندازه میگیریم. برای اندازه گیری دور باسن رو برجسته ترین قسمت باسن میذاریم. ببینید پشت پا رو برجسته ترین قسمت باسن هست. بعضیا میگن باید از شکم خطکش بذاری به سمت پایین و بعد متر رو روی خطکش بگیری. باز هم به اون کار نیازی نیست، ولی به جای اینکه دور باسن رو صاف بگیریم حدوداً 3 تا 4 سانت میاریمش بالاتر، یعنی تو قسمت پشت دقیقاً روی قسمت برجسته باسن، تو قسمت جلو تقریباً 4 تا 5 انگشت پایین نافه، بین در واقع ناف و خط باسن اونجا ما میاریم مترمون رو. ببینید متر کجه، یک انگشت زیرش دور باسن رو مشخص میکنم. یه بار دیگه من یه توضیح میدم. از پشت روی قسمت برجسته باسن، از جلو کج میکنیم میاریم بالا، تقریباً 4 انگشت مونده به ناف، مترمون رو میاریم بالا و بعد یک انگشتم زیر متر، اندازه رو مشخص میکنم و مینویسم. خب این اندازه های اصلی بود. تو بچه هایی که شکم دارن، الان توی مانکن ببینید کم حالت شکم رو داره. تو بچه هایی که شکم دارن اگر قراره لباس جذبی بدوزید حتما دور شکم رو بگیرید. دور شکم میشه کجا؟ دقیقاً نافشون. ناف میشه معیار ما برای دور شکم. دور تا دور خط ناف رو اندازه میگیریم و میشه دور شکم ما. خب این اندازه های اصلی بود. برای اندازه گیری دور بازو هم همینطور ما حالا متر رو دور بازو میذاریم. دقیقاً این قسمت متر باید بچسبه به زیر بغل. میذاریم دور بازو و بعد با یک انگشت زیر متر اندازه میگیریم. یه اندازه دیگه ما داریم قد بالاتنه جلو. تو قد بالاتنه جلو متر رو میذاریم رو بودترین قسمت در واقع بین گردن و سرشونه. این قسمت شروع سرشونه ماست. خب ببینید رو افرادم که دست بذارید کامل متوجه میشید. از به بعد دیگه ما داریم میریم بالا، ولی اینجا در واقع سرشونه ما شروع شده. از اینجا تا خط کمر میشه قد بالاتنه جلوی ما. خب این قد بالاتنه جلو بود. ما یه قد دیگه داریم به اسم قد باسن. از کمر تا قسمت برجسته باسن میشه قد باسن ما. پس ببینید این نوار چقدر به درد ما میخوره تو جاهای مختلف. خب پس ما دور سینه، دور کمر، دور باسن، دور بازو، قد بالاتنه جلو و قد باسن رو گفتیم. یه قد دیگه داریم ما، بلندی فاق هست. اینو با بلندی باسن اشتباه نکنید. بلندی باسن کمر تا قسمت برجسته باسنه، در واقع تا خط باسنمون میشه، اما بلندی فاق برآمدگی باسن رو اندازه میگیریم. ما دقیقاً خط فاقی که پشت شلوارا داریم اون میشه بلندی فاق ما که نیازی نیست اون اندازه بگیرید، اون رو توی جدول داریم چه برای بزرگسال چه برای کودک. اندازه های بعدی دیگه میشن در واقع اندازه های قد لباس و قد آستین ما. برای قد لباس متر رو دوباره از سرشونه میذارید تا جایی که در واقع میخواید قد لباستون باشه رو اندازه میگیرید. قد کمر رو قبلا اندازه گرفتیم تا جایی که میخوایم قد لباسمون باشه. حالا میخوایم تا خط باسن باشه، میخوایم تا زانو باشه یا تا پایین. از خط سرشونه، از ابتدای خط سرشونه اندازه میگیریم. وقتی داریم میزنیم رو خط سرشونه حواستون باشه این ور اون ور نره، دقیقاً یه خط عمودی رو طی کنه و تا پایین بیاد. اینجا ما قد رو اندازه میگیریم. اندازه بعدی در واقع اندازه آستینمون هست. برای اندازه گیری آستین دست نباید به این صورت صاف باشه، باید دست رو به این صورت اوریب کنه. ببینید نه دستم 90 درجه است نه صافه. یه زاویه 45 درجه‌ای به دست میدیم. از اینجا اندازه گیری میکنیم، متر رو از زیر آرنج میبریم تا جایی که میخوایم قد آستینمون باشه. پس برای اندازه گیری آستین باید آستین ما، دست ما حالت 45 درجه داشته باشه و متر رو از زیر آرنج رد کنیم. ببینید ابتدای متر رو سرشونه میاد از زیر آرنج رد میشه و تا جایی که دلمون میخواد قد آستین رو داشته باشیم اندازه میگیریم. برای قد شلوار یا قد دامن هم معیار ما باز خط کمر هست. از خط کمر تا جایی که بلندی شلوار یا بلندی دامن رو میخوایم اندازه میگیریم. میخوایم بلند باشه تا پایین پا دقیقاً تا جایی که به زمین برسه. اگر بلند میخوایم اندازه میگیریم، تا زانو میخوایم دقیقاً
همون جایی که میخوایم رو اندازه میگیریم. فقط باید حتما از خط کمر باشه، خط واسط هم که بهتون گفتم. خب یه سری دیگه اندازه‌های فرعی میمونه که حالا بستگی به مدلتونه. شما اگر که خیلی کار کرده باشین، وقتی مدل رو بهتون نشون میدن میتونید چشمی در نظر بگیرید که اون اندازه چقدر هست. مثلا بازی یقه، وقتی یه مدل به شما نشون میدن، شما وقتی زیاد اندازه گیری کرده باشید، زیاد الگو کشیده باشید، متوجه میشید از روی عکس که بازی یقه مثلا 5 سانته، مثلا 6 سانته. اما یه موقع هست طرف خیلی حساسه، میخواد اینو اندازه بگیره یا نه شما تازه کارید و تازه میخواین شروع کنید، هیچ وقت همین فرض این کار رو انجام بدید. ببینید برای در واقع اندازه‌گیری بازی یقه ما یه دوره گردن داریم. این دوره گردن ما، این هلالی که میبینید در واقع میشه خط تنگ‌ترین خطی که ما برای یقه در نظر گرفتیم. اینجا گردن ما تموم میشه. استخوان ترقوه کجا شروع میشه؟ همونجا گردن ما تموم میشه. ما برای بازی یقه از استخوان ترقوه میذاریم، بازی رو مشخص میکنیم. ببینید چرا میگم وقتی مبتدی هستید فرض این کار رو انجام ندید یا از روی مثلا مدل انجام ندید؟ به خاطر اینکه ما مثلا میخوایم یه دکولته طراحی کنیم برای کودک که حالا بالاش هم طول بخوره. شما ممکنه برای خودتون بگید خب این 10 سانته. 10 سانت رو نگاه کنید توی کودک 5 ساله تا کجا میاد. اینجا خط سینه کودک بیرونه، یعنی سینه از لباس بیرون میزنه و کلا لباس شما به هم میریزه. ببینید از اینجا من در نظر میگیرم، خب میگم باشه میخوام خط مثلا بازی یقه 8 باشه، ولی اگر دکولته است 8 میفته رو خط زیر بغل، باز ممکنه سینه ها مشخص باشه. پس این 8 ولی فرمی که دارم میدم باید 2 تا 3 سانت بیام بالاتر. ببینید تقریبا من تا باید 5 سانت رو بپوشونم. میگم 2 تا 3 سانت باید از کناره ها بیام بیرون و بعد فرم دکولته رو بگیرم، ولی میتونه وسطش 8 باشه. اما اگر وسطش رو 10 بدید جمع کردن کار خیلی سخت میشه. خب پس میگم این بازی یقه رو میتونید در واقع این هلال گردن رو مشخص کنید. میتونید با کش‌های مخصوصی که وجود داره با سوزن بزنید که در واقع هلال گردن همیشه مشخص باشه از روی مانکن اگر میخواین اندازه گیری کنید و بعد اندازه بگیرید. میتونید بازی یقه رو از پهلو هم اندازه بگیرید. ببینید ما همیشه بازی یقه رو توی قسمت سرشونه که در واقع بازی یقه از پهلوها هست تا جایی میدیم که ما یه سرشونه‌ای داشته باشیم که لباس رو نگه داره. خب از اینجا میتونید اندازه بگیریم که 2 سانت باشه، 3 سانت باشه یا نه مثلا دوست دارین خیلی باز باشه 5 تا 6 سانت بهش آزادی بدیم. برای پشت هم همینطور این هلال رو ما ادامه میدیم. تقریبا اینجا یه مهره برجسته ما تو گردن داریم. از اون مهره برجسته بازی یقه پشت رو علامت میزنید. پشت دیگه دست خودتونه، میتونید در واقع هر چقدر که میخواین بهش بازی بدید. میتونید تو خط کمر باز نگهش دارید. اما یه چیزی رو در نظر بگیرید. ببینید فرم اندام رو یکم به 2 سمت که رفته، یکم حالت در واقع گرد پیدا کرده اینجاها. وقتی دارید بازی و اندازه میگیرید جوری نباشه که مثلا دارید طراحی میکنید این بیاد از اینجا رد شه بیاد اینجا. ببینید اگر من یه هلالی بدم به الگو مثل این، چون بدن یک فرم منحنی داره این میاد خیلی باز وای میسه. حتما تو قسمت‌های کارول یه 2 تا 3 سانتی در نظر بگیرید بعد بهش بازی بدید. اینا رو تو ذهنتون تجسم کنید که بعد به مشکل بر نخورید. یه اندازه دیگه داریم ما که در واقع توی بالاتنه مورد استفاده نیست، توی شلوار مورد استفاده است. اندازه وسط پا هستش. از دقیقاً روی زمین داخل پا رو تا خط فاق ما باید اندازه بگیریم. پس از فاق تا روی زمین از قسمت داخل پا میشه قد توی پای من. اندازه توی پا که برای کشیدن شلوار خیلی مهمه، حتما باید اونو داشته باشه. خب اندازه های اندام تموم شد. دور دمپا و دور در واقع مش هم که دیگه دل بخواه اون طبق سلیقه و مدلی هست که دارید اجرا میکنید. یه دونه اندازه کلاه میمونه. برای اندازه کلاه ما یه اندازه دور گردن نیاز داریم، کلاهایی که متصل به لباس هستن که دور گردن رو از روی الگو اندازه میگیریم. یه دونه اندازه در واقع دور سر داریم. دور سر میشه قد سر، یعنی ببینید از اینجا اگر لباس من تموم شده و قرار کلاه بهش وصل شه، از اینجا تا اینجا رو من باید اندازه بگیرم. پس متر رو میذارم دور سرم،
از اینجا تا اینجا رو اندازه میگیرم که بلندی سرم بدونم چقدر هست، چقدر به بلندی سر نیاز دارم، چند سانتی متر نیاز دارم. پس یه دونه متر رو میذاریم از اینجای گردن دور سر میچرخونیم تا اینجا، این میشه دور تا دور سرم. یه دونه بلندی پشت سر داریم که از اینجا دقیقا از همون مهره برجسته‌ای که گفتم میذاریم تا قسمت فرق سر، تا قسمت پیشانی میایم، اونجایی که دقیقا در واقع رستنگاه مو هستش، ما خط رویش مو رو داریم. از قسمت برجسته تا خط رویش مو دقیقا به این صورت صاف میایم، اندازه میگیریم. این میشه بلندی پشت سرمون. این اندازه هایی بود که برای کلاه مورد استفادهمون بود. بریم که با هم بعدش الگوها رو بکشیم. بچه‌ها سلام، روزتون بخیر. رسیدیم به نحوه کار کردن با جدول. ما برای کشیدن الگوهامون نیاز به یک جدول اندازه‌گیری داریم. این جدول به ما کمک میکنه که بتونیم الگومون رو راحت‌تر ترسیم کنیم و اگر یه وقت بخوایم از روی سن و سایز بندی الگو بکشیم از این جدول استفاده میکنیم، یعنی اندازه طرف رو نداشته باشیم. خب ببینید، نگاه کنید. ما اول پیش‌فرض رو برای میذاریم که ما اندازه خود شخص رو داریم، میایم اندازه‌ش رو دور سینه رو ملاک قرار میدیم. همیشه نحوه اندازه‌گیری ما با دور سینه است. دور سینه رو ملاک قرار میدیم، اندازه میگیریم ببینیم چقدر شده. مثلا شده 49 به یک سال من که دور سینه 50 داره نزدیکه، پس من اندازه های یک سال رو براش در نظر میگیرم. مثلا شده 55. خب 55 من 3 سال ما دور سینه 54 داریم و 4 سال 56. ما 55 اگر دور سینه داریم میایم 4 سال رو میگیریم، چون بچه هر چقدر لباسش حالا آزادی داشته باشه راحت تره، نه اینکه بخواین آزادی خیلی زیاد بدین. ولی خب لباس جذب هم معمولا برای کودک نمیدوزیم. خب ما تو جدول به 3 تا اندازه عمودی اصلی و 3 تا اندازه افقی اصلی نیاز داریم که توی الگو سازی هم اونا اندازه های اصلی ما که حتما باید باشن. پس ما اومدیم دور سینه رو ملاک قرار دادیم. دیگه برای ما مهم نیستش که دور باسنش به دور باسنی که تو جدول هست میخوره یا نه، دور کمرش به دور کمری که تو جدول هست میخوره یا نه. پس فقط ما دور سینه شخص رو اندازه میگیریم، با دور سینه‌ای که تو جدول داریم تطبیق میدیم، اون ردیف رو براش انتخاب میکنیم. همیشه سعی کنید وقتی دارید جدول رو استفاده میکنید که البته من پرینتش رو براتون میذارم، اگر پرینت رنگی بگیرید به همین صورت هست، فایلش براتون گذاشته میشه. هر لاین در واقع سنیتون رو یه رنگ کنید، اینطوری خیلی راحت تر میتونید پیدا کنید که کدوم به کدومه. چون جدول ریزه، اگر شما همش یه دست باشه ممکنه جابجا کنید عددا رو. ببینید اختلافاشون خیلی کمه، اگر شما یه خونه اینا رو جابجا کنید الگوتون به هم میریزه. خب گفتیم 3 تا اندازه عمودی داریم، 3 تا اندازه افقی داریم. اول از همه میریم سراغ اندازه های افقی ما. اندازه های افقی ما چه اندازه هایی هستن؟ اندازه هایی که دور تا دور پهنای سینه رو تشکیل میدن، یعنی دور تا دور سینه ما هر چقدر باشه تقسیم میشه توی این اندازه های افقی ما. ازش معلومه دیگه افقیه، پس عرض بدن ما رو داره پوشش میده. اندازه های عمودی کدوم اندازه ها هستن؟ اندازه هایی که بلندی بدن ما رو پوشش میدن، از سرشونه ما، از پشت یقه ما تا بلندی باسن رو مشخص کردن. خب اول اندازه های افقی. ما تو اندازه های افقی 3 تا اندازه اصلی افقی که داریم، یکیش کارور پشته، اولی کارور پشت، دومی گشادی کف حلقه و سومی کارور جلو. اینا رو برای خودتون همون اول در واقع یادگیریتون علامت بزنید که بدونید در واقع این 3 تا اصلی ها هستن. دیگه یه وقت میخواین الگو بکشین اشتباه نکنید با اندازه دیگه. خب پس ما کارور پشت رو داشتیم، گشادی کف حلقه و کارور جلو تو اندازه های افقیمون. 3 تای بعدی چی هم؟ بلندی ها هستن. اولی بلندی حلقه آستین، بلندی بالاتنه پشت تا کمر، بلندی بالاتنه پشت تا باسن. یعنی تو بلندی حلقه آستین ما داریم خط کف حلقه، یه خط زیر بغل رو مشخص میکنیم. تو بلندی بالاتنه پشت تا کمر داریم خط کمر رو مشخص میکنیم و بلندی بالاتنه پشت تا باسن داریم خط باسن رو مشخص میکنیم. خب اینا اندازه های اصلیمون هستن. یه سری اندازه فرعی داریم
مثل بلندی بالا تنه جلو که تو جدول داریم برای حالا هر سایزی که دارید میکشید، سرشونه، قد آستین، دور بازو و دور مش رو بهتر از خود شخص اندازه بگیرید، به جدول اکتفا نکنید. و یه دونه اندازه پشت یقه رو داریم که تو کشیدن الگو بهتون توضیح میدم به چه صورت هستش. خب ببینید ما مثلا میخوایم برای 2 سال رو در بیاریم، میگیم خب سن کودکمون 2 ساله، دور سینه‌ش هم درسته 52 سانتی متره. اول میایم یه جا یادداشت میکنیم، می‌نویسیم اندازه های افقی. تو اندازه های افقی کارور پشت 19 و 8 رو می‌نویسیم. ببینید 2 سال رو میام پایین چون زرد لاینم کاملا مشخصه. 19 و 8 گشادی کف حلقه 6 و 2 و کارور جلو دوباره 19 و 8 رو می‌نویسم. بعد میام اندازه های عمودی رو می‌نویسم، دوباره 13، 22، 33 و نیم. توی 4 سال مثلا اگر من بخوام اندازه ها رو بنویسم، ببینید لاین صورتی کامل مشخصه. همون خط رو میگیرم میام پایین، اول کارور پشت، دوم گشادی کف حلقه و سوم کارور جلو رو مینویسم. بعد میرم سراغ اندازه های عمودی، بلندی حلقه آستین، بلندی بالا تنه پشت تا کمر و بلندی بالا تنه پشت تا باسن رو مینویسم. پس این اندازه هام رو همیشه قبل از کشیدن الگو یه جا یادداشت میکنم که هی نخوام از رو جدول بخونم. بعد از اینکه یادداشت کردم میرم سراغ کشیدن الگو. خب این قسمت رو در واقع برای خودتون تمرین کنید. یک کاغذ بردارید، 1 سال، 2 سال، 3 سال تا 10 سال رو ما تو این جدول در اختیارتون قرار دادیم. یه کاغذ بردارید برای خودتون، بشینید اینا رو دونه دونه بنویسید. جدول خوندن رو یاد بگیرید که تو جدول اشتباه نکنید. بشینید 2 سال رو اندازه های ضروری و اصلی رو بنویسید، اندازه های غیر ضروری رو بنویسید تا 10 سال. این کار رو انجام بدین. بذارین این نحوه خوندن جدول و این عددا ملکه ذهنتون بشه. وقتی جدول میذارین جلوتون نگین وای چقدر عدد و در واقع کلا از الگو کشیدن پشیمون بشین. خب پس ما بعد از اینکه جدول کشیدن و جدول خوندن رو یاد گرفتیم، میریم سراغ کشیدن الگو. خب بعد از اینکه ما یاد گرفتیم چجوری با جدول کار کنیم، میریم سراغ رسم الگوهای مختلف. از الگوی دامن شروع میکنیم. برای الگوی دامن ما به دور کمر و دور باسن احتیاج داریم و بلندی باسن از کمر. حالا توی جدول این 3 تا سایز رو میتونید پیدا کنید. یه مورد دیگه که لازم داریم قد دامن هست که به دلخواه توی اندازه گیری توضیح دادم. باید از دور کمر اندازه بگیرید تا جایی که میخواین دامنتون باشه. من این 3 تا رو دارم. شروع میکنم به رسم الگو. برای کشیدن الگوی دامن اول از همه ما میایم از کناره های کاغذ یه فضایی رو در نظر میگیریم و خطمون رو میکشیم. یک خط عمودی به سمت پایین از نقطه 1 به نقطه 3. پس 1 به 3 میشه بلندی قد دامن ما. بعد میایم از روی نقطه 1 به سمت پایین به اندازه بلندی باسن رو علامت میزنیم. پس 1 به 2 میشه بلندی باسن. بلندی باسن من 13 و 2 هسته. شما حالا بسته به قد بلند یا قد کوتاه کودک که داریم براش میکشین میتونیم بین 12 و نیم تا 14 بگیرید. این دیگه بستگی به اندام شخص داره. من میام 13 و نیم رو براش در نظر میگیرم، علامت میزنم. حالا از این 2 تا خط علامتی که من زدم اولیه و دومی میام اندازه افقیم رو رسم میکنم. از نقطه 2 که بلندی باسن من بود میام 1/2 دور باسن رو علامت میزنم. باسن 62 سانتی متره، 1/2 میشه 31. من میام 31 رو الگو علامت میزنم تا اونجایی که در واقع نیاز داریم خط رو ادامه میدیم. از این خط هر جا که رسید ما بقیه خطوط رو هم باید به همون جا برسونیم، یعنی تا همون جا ادامه بدیم.
خط پایین کار هم میکشم. خب این سمت رو من کشیدم. میایم تو این قسمت، ما اینجا 1/2 دور باسن رو علامت زده بودیم، میایم این 1/2 رو یک خط عمودی از بالا تا پایین میکشیم. در واقع ما الان برای کشیدن دامنمون یک مستطیل بسته داریم که هر کاری میخوایم انجام بدیم داخل این مستطیل هست. بعد از اینکه این خطوط رو رسم کردیم، میایم از رو خط باسن نصف در واقع این خط رو پیدا میکنیم. ما 1/2 دور باسن رو کشیده بودیم، الان باید 1/4 رو علامت بزنیم. در واقع میشه نصف 1/2 که میشه 1/4 کل باسن رو از خط 2 نقطه 2 من اندازه میگیرم و علامت میزنم. کل این قسمت 31 سانتی متر بود، 15.5 من باید اینجا علامت بزنم. پس من وسط خط 2 رو پیدا کردم. یه خط عمودی هم به سمت پایین و بالا گونیا میکنم. خب این هم من کشیدم. یک قسمتی میشه پیش کار ما، یک قسمتی میشه پشت کار ما. پس ما اومدیم این مستطیل رو از رو خط باسن نصف کردیم و به 2 قسمت پیش و پشت تقسیم کردیم. فرقی نمیکنه هر قسمت رو شما میخواین پیش یا پشت در نظر بگیرین. در واقع یک سری از سمت راست الگو رو میکشن، یک سری از سمت چپ. فرقی نمیکنه برای شما. شما میتونید هر کدوم که راحت ترید اون رو علامت بزنید. حالا اگر که تازه کار هستین و تازه دارین با ما پیش میرین، بهتره طبق اون چیزی که ما بهتون آموزش میدیم پیش برین که در واقع یه وقت به مشکل بر نخورید، یا یه وقتایی که حالا میبینید الگوهاتون جا به جاه در واقع خیلی گیج نشید. من اینجا F رو علامت میزنم، اینجا هم B رو علامت میزنم که مشخص باشه این پیش کار منه و این پشت کار منه. بعد از اینکه من این رو نصف کردم، من اینجا دور باسن رو دارم، قدم رو دارم، یه دور کمر داشتم من این بالا که دور کمر من الان بزرگه، اندازه دور باسنه. برای اینکه بیایم کوچیکش کنیم و در واقع اندازه کمر رو بهش بدیم، ما باید اختلاف کمر و باسن رو پیدا کنیم. اختلاف کمر و باسن میشه 62 سانتی متر منهای 54. 8 سانت کل اختلاف ماست که چون داریم الگو رو توی 1/2 میکشیم، پس این اختلاف رو هم تقسیم بر 2 میکنیم. 8 تقسیم بر 2 4 سانتی متر من از کل الگو، از کل خط کمر باید کم کنم که اندازه خط کمر ما با کمر واقعی یکی بشه. من یه بار دیگه اینو توضیح میدم. دور باسن رو ما خط کمرمون هم اندازه دور باسنه. برای اینکه بیایم خط کمر رو اندازه دور کمر واقعی بکنیم، باید اختلاف دور باسن رو از دور کمر کم کنیم. پس دور باسن ما چقدره؟ 62 سانتی متر منهای 54 که دور کمر ما هست میکنیم، میمونه 8 سانتی متر. چون الگو 1/2 هست، پس 8 هم تقسیم بر 2 میشه و در نهایت ما 4 سانتی متر از کل الگو باید کم کنیم، از کل خط کمر. خب چیکار کنیم؟ این 4 سانت رو که ما نمیشه از یه جا کم کنیم. برای اینکه تناسب داشته باشه 4 سانت رو میایم تقسیم بر 2 میکنیم. حالا این 4 ممکنه 5 باشه، ممکنه 6 باشه، بستگی به دور کمر واقعی ما داره، ما نمیدونیم. من این سایز رو دارم برای شما مثال میزنم. پس هرچی اینجا مونده بود رو ما میایم تقسیم بر 2 میکنیم و بین این خطی که خط پهلوی ما هست در واقع تقسیم میکنیم. 4 سانت رو تقسیم بر 2 میکنم و از دو طرف خط پهلومون علامت میزنم. من اینجا علامت ساید یا پهلو رو هم میزنم که شما اشتباه نکنید. ساید F و ساید B. خط مرکزی هم که میشه CF و CB. خب پس ما اومدیم از دو سمت خط پهلو اندازه پنس هامون رو کم کردیم، این اختلاف کمر رو کم کردیم و علامت زدیم.
من میام با اشل این نقطه هایی که علامت زدم رو به خط پهلو تو قسمت باسن وصل میکنم که فرم کمر ما به دست بیاد. این سمت رو علامت زدم، این سمتم همون کار رو تکرار میکنم. من این خط رو علامت زدم. اینجا هر چی که میمونه میشه دورریز ما. این قسمت دورریز کار ماست. پس من دیگه الان اندازه کمر رو هم کم کردم. میریم سراغ تغییرات بعدیش. از خط پهلو ما 0.5 سانتیمتر باید بیایم بالا. من یه چیزی هم بگم، اگر دارید به عددهای این دقت میکنید و میبینید من مثلا میگم 2 سانتیمتر بعد اینجا 4 میگیرم، خطکش من 1/2 هست، یعنی نصف سایزهای واقعیه. با خطکش 1/2 دارم میکشم چون الگوی کودک اینجوری راحت ترم. شما با متر اندازه بگیرین که اشتباه نشه. خب برای درس های پهلو، برای اینکه خوب وایسه، ما میایم از خط کمر 0.5 سانتیمتر میایم به سمت بالا و باز هم با اشل به صورت هلال به اواسط این خط کمرمون وصل میکنیم. این سمت هم همینطور. دور کمر ما به دست اومد. ما کادر رو قیچی میکنیم. الگوی پیش پشت ما از هم سوا شده. ما پایه دامن رو در واقع یاد گرفتیم. حالا تا قبل از اینکه بخوایم الگو رو برش بزنیم و همین الان کشیدیم، کاری که باید بکنیم اینه که بیایم خط راستای کار و دولای بسته و دولای باز کار رو علامت بزنیم. خب خط راستا رو چجوری به دست میاریم؟ روی یکی از خطوط افقی که داریم میایم یه خطی رو 90 درجه میکشیم. ببینید من خط فرقی نمیکنه، خط کمرم، کمری که حالا هنوز این پهلو رو بالا نبردم، و اگر اینجا بذارین راستاتون اشتباه در میاد. یا خط باسن هم هیچ فرقی نمیکنه. یه خط عمود با یکی از خطای افقی میکشم، علامت میزنم، قسمت راستای کارم رو مشخص میکنم. قسمت بعدی که من باید مشخص کنم دولای بسته و دولای باز کارمون هست. خب متعارفاً اینجوریه که وسط جلوی ما همیشه دولای بسته میشه. ممکنه توی یه سری از مدل ها هم دولای باز باشه، ولی عموماً دولای بسته است. پس من دولای بسته رو برای وسط پیش علامت میزنم. توی قسمت وسط پشت هم بستگی داره. اگر بخواین زیپ کارتون از پشت بخوره، پشت همیشه دولای بسته، اما اگر بخواین زیپ از پهلو بخوره، پشت هم میتونین رو دولای باز در بیارین. من پشت رو هم دولای بسته علامت میزنم. حالا این دیگه بستگی به خودتون داره، طبق نظر خودتون هست. پس من الگوی پایه دامن رو کشیدم، این الگو رو دارم، قدر رو مشخص کردم، الگوی پایه تموم شد. میریم سراغ مدل سازی های مختلف دامن. دوستان عزیز، من برش دامن تنگ رو میخوام بهتون بگم. برای برش دامن تنگ به اندازه حالا قد دامنتون به اضافه 10 تا 15 سانت پارچه نیاز دارید. میایین ترکی کار رو روی ترکی تا میکنید، وسط پارچتون مشخص میشه. خط وسط پیش که رو دولای بسته باید بیفته روی این قسمت قرار میگیره و بعد سوزن میزنیم.
اطراف الگوم رو سوزن میزنم که تکون نخوره. برای قسمت پشت کارم من باید به اندازه جا دوختی که میخوام در نظر بگیرم بین این دوتا فاصله ایجاد کنم. قسمت پهن کار رو در نظر بگیریم که در واقع خط باسنمون هست که حالا دچار مشکل نشیم. من اگر قرار 3 سانت جای دوخت در نظر بگیرم بین الگوی پیش و پشتم 6 سانتی متر باید فاصله ایجاد کنم، یعنی 3 سانت برای پیش و 3 سانت برای پشت. خب این 3 سانت رو 6 سانت رو من مشخص میکنم برای اینکه الگوی پشت ما توی راستای پارچه قرار بگیره و در واقع کج نباشه، تو اوریب نیفته، راستاش رعایت باشه و تو پا نپیچه. ما از خط وسط پشتمون تا ترکی رو اندازه میگیریم. این قسمت تا ترکی هر چقدر بود این قسمت هم تا ترکی همون قد باید باشه. یعنی متر رو میذارید، میبینید مثلا اینجا 40 سانته، پایین تر اینجا هم 40 سانته و قد کارم خب اینجا هم تا ترکی 40 سانته، یعنی من راستای پارچه رو رعایت کردم. بعد از اینکه از راستا مطمئن شدید پشت کار هم سوزن میزنید. 2 سانت برای پایین کار جای دوخت در نظر گرفتم و 3 سانت برای پهلوها. جای دوختی که برای اطراف کار در نظر گرفتم رو علامت میزنم. پهلوهام که خب 3 سانتی متره با متر اندازه میگیرم، 3 سانت رو مشخص میکنم. یه سری خطکش های کمکی هم هست که برای مشخص کردن جا دوخته، شما میتونید از اونا استفاده کنید که راحت تر باشید. دور کارم رو صابون میزنم. از خط کمر هم به همون اندازه جای دوخت میذارم. برای قسمت کمرم 1 سانت جای دوخت کافیه. خب این رو میکشم. برای پشت هم همین کار رو میکنم. جای دوختام رو با صابون مشخص میکنم که توی برش به مشکل نخورم. از پهلوهای پشت هم قرار شد 3 سانت جای دوخت رو در نظر بگیریم. رو به هم وصل میکنم. جای دوخت پایین رو در نظر میگیرم. و جای دوخت پشتم رو به اندازه جای دوخت پشتم هم علامت میزنم. من همیشه برای زیپ هم همون 1 سانت جای دوخت رو در نظر میگیرم و به هم وصلش رو میکنم. خطای من قشنگ مشخصه. از روی همین خطها کار رو برش میزنم و بعد میرم برای دوخت کار.